خاطر ما روی سیستم هایبرید که استفاده میشه روزی کار کردیم و معمولا فعلا به 150 کیلووات 200 کیلووات خیلی بالا ما فعلا داریم به شرک فعلا استفاده میشه و خونه اینجا چند جا داریم که فعلا استفاده میشه و خیلی هم مردم راضی هم از هیچ مشکلی تا فعلا بر نخورد. مواد خامی که در تهیه این دستگاه به کار رفته است در داخل افغانستان وجود ندارد و نبود مواد خام بزرگترین چالش فراروی عتیق‌الله در ساخت این دستگاه بوده است. امکانات اولیه ما خب چیزی که ما لازم داریم برای پیشرفت خود ما برای پیشرفت جامعه، اما اینجا جنسی که ما لازم داریم اینجا نیست. ما معمولا میگن بریم از داخل زایات از داخل در واقع دار جایی که وسیله‌ای که برق کنه ما مجبوریم بریم از اینا وسیله اولیه خود تهیه بکنن، مثل چیزی که شما مشاهده میکنیم میبینیم کلا همه چیزی که استوک همه چیزی که به درد نخور بوده ما جدا کردیم. دستگاهی که عتیق‌الله ساخته است قیمت آن نظر به ظرفیت آن متغیر می باشد.